به خرد گرایان خوش آمدید، دروازه‌ای به سوی حکمت ابدی و فلسفه عمیق. در این سفر با ما همراه شوید تا با حکمتی تحول‌آفرین زندگیتان را دگرگون کنید. اپیکتتوس، فیلسوف استوایی که زندگی خود را از باردگی تا معلمی تغییر داد، به ما یک درس ارزشمند آموخت: در هر شرایطی قدرت انتخاب واکنش‌هایمان را داریم. اما چگونه این قدرت را در زندگی روزمره به کار ببریم؟ بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. شما در ترافیک گیر افتاده اید و دیرتان شده است. در این لحظه اپیکتتوس میگوید که توانایی کنترل ترافیک را نداریم، اما نحوه واکنش ما به این وضعیت کاملا در اختیار خودمان است. آیا با عصبانیت واکنش نشان می‌دهیم یا با آرامش و قبول واقعیت؟ این فقط یک مثال است. حکمت اپیکتتوس در همه جنبه‌های زندگی کاربرد دارد. چه در مواجهه با مشکلات خانوادگی، چالش‌های شغلی یا حتی در برابر مسائل جهانی. همیشه یادمان باشد قدرت انتخاب داریم. اپیکتتوس میگوید نه تنها در هنگام شادی بلکه در هنگام سختی‌ها نیز خویشتن‌داری و معنویت خود را حفظ کن. پس بیایید در مواقع سخت به جای ناامیدی به دنبال قدرت درونی خود بگردیم. اکنون وقت آن رسیده که با درس‌های اپیکتتوس نه تنها به خود بلکه به جهان اطرافمان نیز کمک کنیم. با هر کلمه، هر عمل و هر اندیشه دنیایی مهربانتر و آرامتر بسازیم. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً آن را با دیگران به اشتراک بگذارید تا حکمت بیشتری را گسترش دهیم. ویدیو را لایک کنید و برای دنبال کردن ویدیوهای بعدی ما حتماً عضو کانال شوید. در ویدیو بعدی سفر خود را به دنیای فلسفه ادامه خواهیم داد. منتظر حضور گرم شما هستیم.